در ادامه سفر کاری در شهر خوجند ولایت سوخت، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه تنابی را از باغ فرهنگی فراغتی به نام کمال خوجندی تا مجمع شاه اسماعیل سامانی از بالای دریای سیر در مسافت بیش از 1 کیلومتر مورد استفاده قرار دادند. راه تنابی در دایره اعلان سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در موضع خیلی زیبا و دلپسند برای سیاحان داخلی و خارجی ساحل دریای سیر و باغ به نام کمال خوجندی ساخته شده است. راه تنابی که امروز به استفاده داده شد با دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد که سال 2019-2021 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کردند. ما تصمیم گرفتیم که در همین سال به سیاحان مهمانان که می بیان حتما به مردمان ما همین راه تنابی که یک نوگانی برای جلب کردن مهمانان جمهوری ما سازیم و استفاده تیم. سیاحانی که از مهمانان از جمهوری خارجه می بیان انی خودمون همین بسیارتر همینجا جمع میشن برای همین فکر کرده با هم زیباترین منظره دارن. از همین سبب ما همینجا انتخاب کردیم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که شهر خوجند یکی از موضع‌های تاریخی و دیدنی با برای سیاحان داخلی و خارجی می باشد و فراهم آوردن این گونه شرایط ضروری برای آنها از اقدام‌های نجیب دانسته می شود. راه تنابی که از جانب صاحبکاران وطنی بنیاد کرده شده است، دارای 47 کابین با گنجایش 4 نفر از جمله 7 کابین خدمترسانی عالی می باشد. این راه در یک وقت به 160 نفر خدمت می رساند. بلندی راه تنابی در سطح دریا 35 متر را تشکیل داده با مورد استفاده قرار گرفتن آن 16 نفر با جای کار دائمی تامین گردیدند. شکرانه صلح، شکرانه وحدت، استقلالیت و این آبادی و آزادی تاجیکستان عزیزمان که امروز روز از روز گل شکفته ایستاده است و امروز که ما در مجمع فرهنگی و فراغتی باغ کمال خوجندی حضور داریم، واقعا به زیبایی باغ نظر می افکنیم و از دوران استقلالیت شکرگزاری می کنیم. امروز ها در همه شهر و نواحی تاجیکستان عزیزمان آبادی ها به نظر می رسد و امروز باعث خرسندی است که بخشیده به سال سیاحی در مجمع باغ کمال خوجندی راه تنابی بنیاد گردید که این باز هم بهر رشد یافتن سیاحی، باز هم بهر گلگشکوفی تاجیکستان عزیزمان و بهر فراغت و استراحت ساکنان شهر و مهمانانی که از بیرون از شهر وارد می شوند خیلی مساعد است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با مسئولین شهر خوجند و دستاندرکاران این اقدام جهت باز هم بهتر نمودن امکانات خدمترسانی برای ساکنان و سیاحان و جلب شماره بیشتر ساکنان با جای کار دائمی تاکید داشتند. اطلاع داده شد که تنها سال 2018 از موضع‌های سیاحی و یادگاری‌های شهر خوجند زیاده از 64000 نفر سیاحان و مهمانان که بیشترشان خارجی میباشند بازدید نمودند. یادآور میشیم که این حال در ولایت سوخت بهر قبول و تشکیل استراحت و سیاحت برای مهمانان 26 شرکت سیاحی و زیاده از 60 مهمانخانه و 13 آسایشگاه فعالیت داشته، واردشوی سیاحان به قلمرو ولایت سال از سال افزایش می‌یابد.